زن و شوهری به باغ وحش رفتن. میمون نری رو دیدن که با جفتش عشق بازی میکرد. زن به شوهرش گفت چقدر رابطهشون عاشقانه و قشنگه. بعد به قفس شیرا رفتن. شیر نر رو دیدن که آروم و با فاصله از جفتش نشسته بود. زن گفت چقدر رابطهشون سرد و بیروحه. شوهرش با خنده یه شیشه خالی نوشابه بهش داد و گفت این شیشه رو بنداز سمت شیر ماده. وقتی که زن شیشه رو انداخت طرف شیر ماده، شیر نر فوری بلند شد و به خاطر دفاع از جفتش با سر و صدای زیاد خودش رو سپر کرد. اما وقتی که یه شیشه دیگر رو به سمت میمون ماده انداخت، میمون نر از جفتش فاصله گرفت تا شیشه بهش نخوره. شوهر به همسرش گفت عزیزم، احساسات دروغی و ظاهری مردم رو باور نکن. مردم همیشه ظاهرشون رو حفظ میکنن. بعضی از آدما از عمق وجودشون یکی رو دوست دارن ولی هنر ظاهرسازی ندارن. تو این دور زمونه میمون صفت زیادن و شیر صفت کم. اگه خواستی عشق واقعیشون رو ببینی تو مشکلات ببین.